خب در این قسمت نصب اکتیو دایرکتوری و پیکربندی دامین کنترلر رو به صورت خیلی سریع توضیح میدیم. بعد از اون نصب اسکیو سرور و پیکربندی اسکیو سرور رو و سپس نصب شیپمونت رو میگیم خدمتتون. یک ویندوز سرور 2008 R2 با عنوان دامین کنترلر نصب شده و هنوز هیچ پیکربندی خاصی روش انجام نشده. طبق توضیحاتی که قبلا داده شد IP دامین کنترلر رو 10.2.0.1 در نظر گرفتیم، IP اسکیو سرور رو 10.2.0.2 و شیپمونت سرور رو 10.2.0.3 قرار میدیم. برای نصب اکتیو دایرکتوری و DNS سرور وارد کامنت پرامپت میشیم، دستور DC پرامو اجرا میکنیم. این دستور برای ویندوز سرور 2012 تغییراتی کرده و باید طی مراحل دیگه‌ای این دستور و نصب اکتیو دایرکتوری دامین سرویس و DNS سرور اجرا بشه. خب در حال نصب هستیم. خب داخل پنجره اینستالیشن ویزارد چک باکس یوز ادوانس مود اینستالیشن رو تیک میزنیم. next create new domain in a new forest. next دامین مورد نظرمون رو قرار میدیم. next NetBIOS name. next فانکشن لول رو سرور 2008 R2 قرار میدیم. تیک DNS سرور باید خورده باشه که در واقع مراحل نصب اون هم و کانفیگ اون هم انجام بشه. next پیغام رو تایید میکنیم. next پسورد مورد نظر رو قرار میدیم. next و چک باکس ریبوت آن کامپلیشن رو میزنیم. به محض اینکه مراحل نصب انجام شد، اگر این چک باکس تیک خورده باشه بلافاصله ویندوز ریست میشه و مجدد بالا میره.